این زن با دوست پسرش خوشحال به سمت خانه می رود که ناگهان چند نفر به آنها حمله می کند. شوهر او را از بین می برد و خود او هم زخمی می شود. پلیس هم به او هیچ کمکی نمی کند. او می داند که در این شهر هیچ قانونی وجود ندارد، خودش دست به کار می شود. اما اسلحه فروش به او جواب رد می دهد. او وقتی از آنجا خارج می شود، این مرد برای او پنهانی کمک می کند. حالا این دو سیاه پوست همه را اذیت می کند و آنها را از قطار خارج می سازد و خودشان سمت این زن می آیند تا او را اذیت کنند. اما زن آنها را در یک چشم به هم زدن به قتل می رساند و خودش می رود سمت قاتلان واقعی دوست پسرش. او یکی یکی قاتلان دوست پسرش را به قتل می رساند. اما در این لحظه یکی از آنها از پشت به این زن حمله می کند که ناگهان پلیس از راه می رسد. آخرین قاتل باقی مانده تسلیم می شود و زن می خواهد او را از بین ببرد. پلیس به او می گوید انتقامش را بگیرد، اما باید به پلیس هم شلیک کند چون که او از این قتل آگاه بود.